خب دستگاه پرس تکمیل شده، لوکیشاش همه شده. بعد اینجا دارین یه دونه ورودی بخار دارین. بعد اینم که تابلو برقش. اینجا هم که قسمت لوکیشاش تکمیل شده. این دوتا شلنگ وصل میشه به سرشانتون. یه هم که قسمتی که تراب بهش وصل میشه. بعد خب حالا برای گذاشتن میزش انگار 4 تا جای پیش داره که ما اینجا براش طراحی کردیم. یکی این جلو دستگاهه که میز از زیر بهش بسته میشه، یکی هم اینه که قسمتی بره، 2 تایی هم که قسمت آخر دستگاه داره انگار وسط دستگاه. یکی این سولاخ اینجاه